هستی. درود بر نگاه قشنگتون، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. اینجا همون جایی است که شما پیشنهاد میکنید، ما گوش میدیم، دور هم دیگه تماشا میکنیم، لذت میبریم، گپ میزنیم و نظرات قشنگتون مثل همیشه ما منتظریم توی کامنت ها برای ما بنویسید. اگه از ویدیو ما خوشتون اومد لایک هم بزنید، خیلی خوشحالمون میکنید. مثل همیشه لینک این موزیک ها و موزیک ویدیوها توی دسکریپشن ویدیو هست، حتما اونجا سر بزنید، حمایت کنید. قرار یک آهنگ جدید از بانوی یاسمین عزیز، دوست داشتنی، خوش صدا، هنرمند مردمی بشنویم و لذت ببریم و گپ بزنیم. مرسی از بانوی یاسمین که در آپلود این ویدیو توی یوتیوب هم اومده توی تایتلش از کلمات و حروف و واژگان فارسی هم استفاده کرده. ای خدا میگم این بچه کی باشه؟ بریم بشنویم ببینیم ای خدا این بچه کی میتونه باشه. خب با یه تصاویر بسیار زیبایی از طبیعت هم داره شروع میشه که احتمالاً پامیر یا بدخشان یک همچی تصاویری رو داره به ما میرسونه. فضا رو ببین. پیکنیک آمدگیان جیان، پیکنیک راحت آمدگیان، باد هوای تازه آخی جیان. کارا بود شد آخی او خانگی دل جگر بخوردگی است. اینمی چند سر گوسپند باشه برای خوشبختیم صرف میکنم من. تموم شده رفت. یکی جیان همینجا اویلا دارد میکنم. هر عیالای رفتیم مولا هیچ جیان رفتیم. خب این آورده به عنوان چوپان جدید، یعنی کاراکتر معشوق احتمالاً بانوی یاسمین قرار معشوقش باشه و این آقای ثروتمند آورده چوپانی کنه براش، از مالا مراقبت کنه. السلام علیکم. خوش اومدین به این دهه زیبا منظره. ببخشید ما پیکنیک داریم، شما کیه؟ بی من هستیم. علیان قلینی من میدونی چند تومن؟ چند سمای قلینگه؟ 5,500,000 تومان. سمای اینمی 1000 گوسپند دیدی؟ در این میجایی که 7 دانه کو من دور میکشم. اختراعی من نفهمیدم شما چشتنی اومدید یا همه خیزی تبوزی که دیموخی این محتو کو همین این محتو ابی اینمی زیبی یعنی جیانی میلیونیر ما دورایی من دیموخی خدا میگم همین بچه کی باشه، خدا میگم همین بچه کی باشه، همین خوش روی بچه دیلم کی باشه، همین خوش روی بچه دیلم کی باشه. چشمی سیاه صدقه شیرینی باشه صدقه همو گفاش صدقه دندان دیلاش صدقه همه چیشو صدقه بردای وفا همو لواش صدقه. جان هستی. خدا میگم همین بچه ملکی درواز باشه. زمینه ویدیو کلیپ از همون مدلایی که میگم خیلی داریم میبینیم توی 1-2 سال اخیر. خیلی ویدیوها به همین سبک داره ساخته میشه توی تاجیکستان و یه صلحی، یه صفایی، یه عشقی، حالی اون زندگی روستایی در کنار حالا زیبایی های متن عاشقونه و شاد هم داره. فقط جالب اومده از بچه‌هایی استفاده کرده که مال همون محلی همونجا. اون کودکایی رو که اینجا دیدیم خیلی هم خوشمزه و بامزه در حال رقص توی ویدیو کلیپ. آفرین به این ایده کارگردانی. همون لواش صدقه خدا میگم همین بچه ملکی درواز باشه. اوه دل رفت. های برکالله های بله بله های برکالله ای برکالله های بله بله انا ای بچه ای رفت نکات آی در ما بین دخترها گرد نکات انا گفتم برم بگیرم ای کشتلکات آی ای زاره و ای ناله و ای قسمکات ای خدا میگم همین بچه کی باشه، ای خدا میگم همین بچه کی باشه، همین خوش روی بچه دیلم کی باشه، همین خوش روی بچه دیلم کی باشه. دلو برد، بچه خوشگل هم برداشت با خودش برد کرد عاشق خودش. سیب عاشقونه آدم و حوا رو ازش گرفت.
بچه دیلم کی باشه همین خوش روی بچه دیلم کی باشه چشمی سیاه صدقه شیرینی باشه صدقه آهمو گپاش صدقه دندانای دلاش صدقه دیلک ما برده بی وفا همون لواش صدقه خدا میگم همین بچه خودی مچو باشه الیون نگو که دکو میتر دارم کشت کو این خیلی دور میکشه ما بچه دونیسته باشی که در این گه این انگتونه معیمت یک حرکت ینگه رو جور کرد. های برک الله های بله بله جانم های برک هستی. الله های بله بله انا ای بچه درخت یافتمه انا بچه نیدیلم بچه ای خوش رو یافتمه انا میرم خانمان بلدی خندانگی خد های میگم آچه جان به خدامات یافتمه دامادم رو یافتم. خدا میگم همین بچه کی باشه خدا میگم همین بچه کی باشه همین خوش روی بچه دیلم کی باشه همین خوش روی بچه دیلم کی باشه چشمی سیاه صدقه شیرینی باشه صدقه آهمو گپاش صدقه دندانای دلاش صدقه دیلک ما برده بی وفا همون لواش صدقه خدا میگم همین بچه پیروی مای کلا باشه یافتی عشق رو یافتی. باور کن یکی از خوشحسترین و چجوری میگم اون تم محلی توش حفظ شده ویدیو کلیپ و اون تیکه‌ای که اون بچه‌ها در کنار هنرمندا دارن هنرنمایی میکنن، یعنی با اون دل سادهشون با اون رقص جالبشون و یه کارگردانی خیلی خوب شده منو خیلی جذب کرد، یعنی خیلی لذت باحالی بردم. یه بار دیگه بعد اونجاشو با هم که خواهیم دید. ببین بچه‌ها رو های برک الله های بله بله ای بارک الله های بله بله واه یافتیم ینگه رو یافتیم. عجب ویدیو کلیپی. بانو یاسمین همیشه توی خوندن همچین آهنگ‌هایی بسیار تبحر داره، خیلی حرفه‌ایه، یعنی مدل شاید میشه گفت خیلی آهنگای عاشقونه داره، آهنگای غمگین داره، شاد داره، ویدیو کلیپ‌های شهری، مدرن، همه مدلی میسازه، ولی تو این مدل تم سنتی که میره و این مدل سنتی رو که میخونه همیشه آدم رو یه جور دیگه سورپرایز میکنه، شگفت زده میکنه. صداش فوق العاده است. ما صدای لایوش رو هم قبلا بارها شنیدیم و میدونیم که چقدر با این سن کمی که داره به صدای خوب خودش مسلط، کنترل داره و بلد فنون خواندن رو که اینجوری یک آهنگ شاد خوش مفهوم عاشقونه رو بیاره و ما رو سورپرایز کنه. ویدیو کلیپ نمره 20 و کامل و بسیار خوش حسی رو میده به آدم. دمتون گرم. امیدوارم با من همراه بوده باشید. نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید. کلی پیشنهاد دادید و یکی میشنویم دورم. حتما دیگه اینجا وقت میذاریم و با هم دیگه خواهیم بود و لذت میبریم. با امید دیدار. خدا به همراهتون.